آثار منتشر نشده عالم ربانی مرحوم شیخ احمد احصایی اعلی الله مقامه. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از وفات شیخ مرحوم اعلی الله مقامه، رسائل این بزرگوار در ضمن مجموعه‌ای گرانسنگ با نام جوامع الکلم منتشر شد. در چاپ اول بعضی از رسائل این بزرگوار جمع‌آوری نشده بود و به چاپ نرسید. در این سالهای اخیر کتاب مبارک جوامع الکلم مجدداً تجدید چاپ شد و در این چاپ جدید رسائلی اضافه گردید و همچنین اخیراً جلد دهم جوامع الکلم با نام الکشکول منتشر گردید. در محل دیگری و منطقه دیگری مجموع آثار این بزرگوار در ضمن 50 جلد منتشر شد. اینها فعالیت‌هایی بوده است که در این سالها برای انتشار آثار بزرگمرد شیعه مرحوم شیخ احمد احصایی علی الله مقامه صورت گرفته است. با این حال هنوز هم آثاری است که در این مجموعه گرانسنگ دیده نمی شود. اولا کتاب مبارک شرح الزیارة الجامعة الکبیره اگرچه بارها تجدید چاپ شده و حتی ترجمه شده و توسط علمای شیعه از اون بهره برداری شده و در شرحهاشون بر زیارت جامعه کبیره از این کتاب استفاده کردند، اما در مجموعه جوامع الکلم منتشر نشده است. گذشته از کتاب مبارک شرح الزیاره، نوع اسناد غیر رسمی از زندگی شیخ مرحوم علی الله مقامه چاپ نشده است. حضور این بزرگوار علی الله مقامه در احسا و امضای این بزرگوار بر مبایعه‌ای که در اون منطقه صورت گرفته بوده یکی از این آثار گرانسنگ است. همچنین بعضی از نامه‌نگاری هایی که با شاهان و شاهزادگان داشتند در زمان حیات خودشان از جمله مواردی است که در این کتاب مجموعه جوامع الکلم چاپ نشده. شیخ مرحوم علی الله مقامه در سفرهایی که داشتند به شهرهای مختلف در پاسخ سائلها و درخواست کننده ها رساله های کوتاه و مفصلی رو نگارش کرده اند که متاسفانه در مجموعه جوامع الکلم نیامده است و امیدواریم در سالهای آینده مجلدات دیگری و مستدرکاتی بر جوامع الکلم چاپ شود. در ادامه به طور مختصر به بعضی از آثار منتشر نشده شیخ مرحوم علی الله مقامه اشاره می‌کنیم. رساله‌ای در جواب شیخ محمد ابن عبدالله آل رحمه احصایی که در مجموعه خطی کتابخانه شخصی شیخ کاظم مطر به دست آمد. رساله العجاله که در نسخه نفیسی از کتاب قاموس اللغه نگارش فرمودند. تحشیه مفاتیح فیض کاشانی. تدوین فهرست و نگارش حاشیه‌های مختصری بر قسمت امامت از کتاب عوالم العلوم. تدوین فهرست کتاب المسائل المحمدیه نگاشته شیخ عبدالله ابن صالح سماحیجی. حاشیه‌هایی بر رساله مختصر الاصول نگاشته شیخ محمد ابن عبدالنبی. حاشیه‌هایی بر تهذیب الاحکام شیخ طوسی. حاشیه‌هایی بر کتاب الانوار الحائریه نوشته شیخ یوسف بهرانی. حاشیه‌هایی بر کتاب فهرست شیخ طوسی. حاشیه‌هایی بر قسمت صلات از کتاب ذخیرة المعاد ملا محمد باقر محقق سبزواری. فهرست بعضی از تصنیفات شیخ مرحوم علی الله مقامه به خط ایشان. تقریزی بر کتاب عجائب الاسرار نوشته ملا محمد حسین واعظ کرمانی. تقریزی بر جلد دوم از کتاب فرزندشان شیخ محمد تقی با نام جواهر العقول فی تقریر القواعد والاصول. تقریزی بر کتاب لوامع الانوار فی کشف غوامض الاسرار نوشته ملا علی برقانی. تقریزی بر رسالة اللمعات نوشته میرزا حسن گوهر
رسالة في معرفة حلول الكواكب والمقارنة والتسلیس والتربیع والتسدیس کتاب حال منتشر نشده است و بعضی از اجازات شیخ مرحوم اعلی الله مقامه. آثار منتشر نشده شیخ مرحوم اعلی الله مقامه را در این فهرستی که ارائه کردیم منحصر نمی کنیم. سفرهای متعدد این بزرگوار در ایران و عراق و حجاز، عربستان، شهرهای مختلف سبب شده است که هر از گاهی به بعضی از رساله‌های این بزرگوار دسترسی پیدا کنیم و امیدواریم که باز هم نفحات و نسیم‌های احسا وزیدن بگیرد و باز هم آثار دیگری از این بزرگوار علی الله مقامه در دسترس علاقمندان و محبین شیخ علی الله مقامه قرار گیرد. و السلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.